من بازار کشته گفتگیش دلارام حسنова یک سال باز با مقامات محلی ناحیه باباجان غفورов سری صاحبیت یک توقفگاه بحث دارد. از روی سندهایی که در دست دارد او سال 2018 با یک امر پرزیدنت برای آبادانی و طبق یک شرطنامه حکومت محلی برای 19 سال اینجا را به اجاره گرفته بود. حالا پیش از مهلت میخواهند که آن را از دستش بگیرند. جای ویرانه بود، خانه های قشلاق فروخته آمده اینجا راست کردم که پگه فرزندانی من نایافته خورن. من 19 سال امینه وی کرده، از 30 سالگی استقلالیت به ویرانه بود گرفتیم. وی 19 سال ما رو وی کرد که 19 سال حکومت این شما نانش گرفته میخورید. من 4 سال شد که جا با کشیده گرفت. این بحث تا به دادگاه عالی رفته است و در اکثر زینه ها به فایده حکومت حل شده است. خانم حسنova میگوید که برای این توقفگاه بیش از 200,000 سامانی مصرف کرده است، ولی حالا طبق حلنامه های دادگاهی یگان جانب موظف نشده است که این مبلغ را جبران نماید. من نمیدونم این به چه خاطر میگیرند. همین طرفی بازار میگذرانیم گفته گرفته وای کارسادیان که اشکی ما رو وقت بغیر نمی سلیم زاده می کلونی می حکومت رئیس باباجان غفورov یگان کس ما رو دیگه ما یگان تش دیگه نمیشناسم میروم و غیره همه میگن که خالی کن استیان کرده. انور ایگام نظروف بیشتر از یک سال باز در این توقفگاه کار میکند. او پیشتر در یک کان زرگری کار میکرد و بعدی بد شدن سلامتیش همینجا رزق و روزیش را مییابد. ایگام نظروف هم نگران است که بعد نو شدن مالکان این ایستگاه از این کارش محروم می شود. بیکار میمانیم نمی بیکار خاندازانی ما که چیکار میکنیم میگم خلواری کار میارسیم یه حاضر باید پرابلم. این توقفگاه یا ایستگاه نقلیات ها در نزد بازار فراوان قرار دارد و به گفته مالک کنونیش مقامات محلی عزم دارد آن را به اختیار صاحبان بازار گذارد. طبق یک تحقیقات رادیوی آزادی معلوم شده بود که این بازار تابع شرکت عظیم سامانسوخت که به برادران حسن اسدالله زاده و امان الله سعدالله‌اف در عروسان رئیس جمهور امامه رحمان مربوط است تعلق دارد. حالا گفته می شود که نام شرکت نو شده است ولی همانا اختیار چندین بازار و شرکت ها را زیر دست دارد. در حکومت ناحیه باباجان غفورov آماده نشدند این مسئله را شرح دهند. حسنova میگوید اکنون این مسئله را تا به نزد پرزیدنت میبرد. پرکراتور رفتم، سود رفتم، همه طرف دیگه جا حل کرد. من میخواهم جناب عالی حق به حقدار رسانه. در ناحیه باباجان غفورov دویمین ناحیه کلانترین تاجیکستان بحث زمین تا رفت داغ‌تر می شود. در یک سال اخیر رادیو آزادی حداقل 5 گزارش را در این زمینه نشر کرد که ساکنان این ناحیه از ناعدالتی ها بابت تقسیم و استفاده برای آن شکایت داشتند. فرزان محمدی، رادیو آزادی ناحیه باباجان غفورov.